ریاست کورای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که اخیراً در کوچه‌های مرکزی پایتخت از نزد آشخانه و طربخانه‌ها عملیات شرطی را با نام ترتیبات شبانه دایر کرده است. در جریان این عمل یا تنها در یک شب از ساعت 20 تا 23 در بین همگی 3 ساعت مجموعاً 76 عدد قاعده ویرانکنی‌های دغل راه از قبیل 19 حالت به اجازتنامه 36 اداره نمودن واسطه نقلیات، 7 حالت با رقم‌های قید دولتی بیگانه اداره نمودن، 3 حالت نسبت تعجیزات صدادهنده با صداهای گوشخراش، یک دلیل در حالت مستی اداره نمودن автомашина، 3 حالت بیرقم دولتی گشت و گذار نمودن و 43 قاعده ویرانکنی‌های دیگر در سمت‌های توقف دور و دراز در قطار دوم و سوم راه ماشینگرد، گذاشتن автомашина در راهروهای برای پیاده‌گردان پیش بینی شده آشکار گردیده автомашина‌ها تا برطرف نمودن کمبودی به جریمه‌گاه برده شدند. اکثر این ماشین‌ها با رقم‌های کروتای به مثل 0007 1818 1966 1001 5050 2221 2222 0305 0405 و به مثل اینا می باشند. ریاست وزارت کورای داخلی دوشنبه گفت در بین بازداشت شده‌ها چند تاجر ماشین و همچنین علیشیر تورسونوف راهبر طربخانه مشهور یکسرای هم است که ماشین او تمغه BMW رقمش 0404 SS01 اجازتنامه برای سیاه کردن شیشه آن نداشته است. مقامات میلیتیا از آن اظهار تأسف میکنند که هرچند در قانون برای به اجازتنامه 36 اداره نمودن واسطه نقلیات جزای مأموری وزنین گردیده باشد، همان و بعضی از شهروندان مخصوصاً رانندگان جوانی هستند که محض به خاطر خودنمایی به این قانون شکنی دست میزنند. ترتیبات را ویران نموده با آواز بلند گوشخراش با رقم‌های قید دولتی بیگانه به اجازتنامه 36 و حتی پره و پلیونک سیاه روی پوش نمودن قسمت پیش автомашина به اصطلاح جوانان نپاول واسطه نقلیات خود را اداره میکنند.